چه چیزی یه مرد معمولی رو به یه ابربشر تاریخ تبدیل میکنه؟ آیا جنون یک شبه متولد میشه یا از تیکه های شکسته یه زندگی عادی به وجود میاد؟ از قلب شکسته یه نوجوان یا از تحقیری که هرگز فراموش نشد؟ امروز از قهرمان داستانمون نه با نامش که با رازهاش یاد میکنیم، با چیزایی که فکر میکنیم دربارش میدونیم اما نمیدونیم. توی این ویدیو قراره به 10 حقیقت شگفت انگیز و کمتر شنیده شده از زندگی یکی از مشهورترین و مخوف چهره‌های تاریخ بپردازیم. هیتلر، همون مردی که دستور قتل عام میلیون‌ها انسان رو داد و به عنوان نماد شرارت و رهبر بی‌رحم میشناسیم. اما پشت این چهره تاریک رازهای عجیب و جنبه‌های شخصی باور نکردنی وجود داره که کمتر کسی از اونها با خبره. توی این ویدیو قراره به 10 حقیقت شگفت انگیز و کمتر شنیده شده از زندگی مخوف‌ترین چهره تاریخ بپردازیم. حمایت واساب میخوایم با لایکت باش با ما تا آخر. شماره 1. استفانی ایزاک. همه چیز از یه نگاه شروع شد توی حیات یک مدرسه. سالها قبل از اینکه نام هیتلر مترادف با وحشت بشه، اون فقط یه پسر نوجوان خجالتی و بی دست و پا بود. پسرکی که دل به دختری همسن و سالش بسته بود. نام دختر استفانی ایزاک بود. اون هرگز حتی یک بار هم جرئت نکرد احساسش رو به زبون بیاره. پس تمام این عشق سرکوب شده به درونش رفت و در تاریکی ذهن نوجوانش به رویاها و کابوس‌های عجیبی تبدیل شد. اون گاهی خودش رو قهرمانی تصور میکرد که استفانی رو نجات میده و با هم فرار میکنه. گاهی هم توی رویاهای تاریکترش اون رو میدزدید و حتی توی اوج ناامیدی، توی کابوسی که از عمق تنهاییش میومد، هر دو با هم دست به خودکشی میزدن. شماره 2. مشکلات گوارشی و گاز معده. هیتلر در تمام طول زندگیش اسیر یه دشمن خاموش و خجالت آور، مشکلات گوارشی وحشتناک. این فقط یه دلدرد ساده نبود. گزارش‌ها از یه مجموعه کامل رنج میگن. گاز معده شدید و مکرر که کنترلش سخت، دردهای شکمی و گرفتگی‌های عضلانی آزاردهنده، اسهال و یبوست متناوب و ناراحتی شدید معده بعد از هر وعده غذایی. حالا این تصویر رو توی ذهنمون کنار هم بذارید. از یه طرف هیتلر فرمانده مطلق ایستاده روی سکو با یه نگاه آهنین در حالی که هزاران نفر مسحور کلماتشن. و از طرف دیگه هیتلری که انسانه که باید در بین اون جملات آتشین و حرکات نمایشی با حملات ناگهانی و غیرقابل کنترل گاز معده دست و پنجه نرم کنه. به نظر میرسه مردی که آرزوی کنترل جهان رو توی سرش میپرورونده، گاهی حتی کنترل سیستم گوارش خودش رو هم از دست میداده. این یه تناقض عجیب و انسانیه که اونو از یه بت ترسناک به یه موجود آسیب پذیر و تحقیر شده توسط بدن خودش تبدیل میکنه. شماره 3. یک معتاد تمام عیار. مصرف مواد مخدر. بر اساس سوابق پزشکی هیتلر که حتی توی حراجی توی آمریکا به فروش رسید، این مرد بیش از 30 داروی نسخه‌ای قوی مصرف میکرد. اما این فقط نوک کوه یخ. اون توی دام پزشک شخصیش دکتر تئودور مول افتاده بود، پزشکی که به جای درمان اون یه اسارت دارویی براش ایجاد کرد. اون برای هیتلر کوکتل سمی از حداقل 74 داروی مختلف تجویز میکرد. این داروها شامل آمفتامین ها برای تقویت انرژی و توهم هوشیاری، باربیتورات ها برای فرو رفتن توی خواب مصنوعی و هورمون های حیوانی عجیب و غریب برای توهم جوانی و ویتامین های تزریقی که اغلب محرک های قوی توی خودشون داشتن. و در بین همه اینها یه ماده دیگه هم بود، کوکائین. هیتلر از قطره بینی کوکائین استفاده میکرد. اون به اطرافیانش میگفت این برای پاکسازی سینوس هاست، اما اسناد مؤسسه تاریخ پزشکی برلین نشون میده که مصرف این ماده به خصوص برای سردردهای سینوسی اون یه عادت همیشگی بوده. بعد به اواخر جنگ میرسیم، زمانی که شکست از هر سو به آلمان نزدیک میشد. توی این نقطه مصرف این کوکتل مرگبار به اوج خودش رسید و نتیجهش لرزش غیر قابل کنترل توی دستاش بود. توی ویدیوهای سخنرانی‌های آخرش به وضوح میشه دید که چجوری دست چپش به شدت میلرزه و اون سعی میکنه اون رو پشت خودش یا با دست دیگه‌اش مخفی کنه. این لرزش تنها نمود فیزیکی یه فاجعه بزرگتر بود، اونم افول ذهن هیتلر. مردی که جهان رو هدایت میکرد در واقع خودش اسیر دستای یه پزشک شارلاتان و داروهای اون بود. شماره 4. تزریق اسپرم گاو. در نهایت عجیب ترین حقیقت این بود که گزارش‌هایی وجود داره که هیتلر برای افزایش میل جنسی وقتی با اوا براون به رخت خواب میرفت به خودش اسپرم گاو تزریق میکرد. این ادعا عمدتاً بر اساس شهادت دستیار سابق پزشکش بوده، یعنی واگنر. اگرچه بعضی از مورخ‌ها مثل ماختان توی کتاب راز پنهان هیتلر این موضوع رو تایید میکنن، اما خیلی از تاریخ‌نگارا اون رو یه شایعه میدونن.
اون چیزی که قطعیه اینه که هیتلر تحت هورمون درمانی با هورمون‌های حیوانی قرار داشت، اما ماهیت دقیق این مواد هنوز مورد بحثه. شماره 5، انحرافات اخلاقی. و حالا به بخشی میرسیم که شاید آزاردهنده ترین بخش زندگی خصوصی هیتلر باشه، جایی که قدرت مطلق با تاریک‌ترین امیال انسانی گره خورده. هیتلر توی جمع‌های خصوصی به رفتارهای وسواسی و نامناسب با زنها معروف بود. بغل کردنهای اجباری، لمس‌های ناخوانده و تعرض به حریم شخصی زنهایی که گاهی حتی جرأت اعتراض نداشتند. این تصویر پیشوای مقدس که تبلیغات میساخت توی خلوت کاملا متفاوت، اما این فقط به زنان غریبه محدود نبود. عمیق‌ترین و مخرب‌ترین رابطه هیتلر با کسی بود که باید از همه به اون نزدیکتر باشه، خواهرزادش گیلی راوبال. از سال 1927 گیلی 19 ساله به بهانه ادامه تحصیل به آپارتمان هیتلر توی مونیخ اومد و دیگه هرگز نرفت. هیتلر هزینه آموزش پزشکی و آوازش رو میداد، اما در عوض اون رو توی قفس طلایی زندانی کرده. نامه‌های خصوصی گیلی به دوستانش از یه رابطه خاص با عموش صحبت می‌کرد. خدمتکارا از مشاجرات شدید و فریادهای پشت درهای بسته می‌گن. نزدیکان اونها از وسواس بیمارگونه هیتلر نسبت به گیلی حرف می‌زنن. هیتلر همه رفت آمدهای گیلی رو کنترل می‌کرد. از هر نگاه مرد دیگه‌ای به اون خشمگین می‌شد. این یه رابطه عاشقانه نبود، یه مالکیت افراطی و خفه کننده بود. و در نهایت توی 18 سپتامبر 1931 یک فاجعه رخ داد. گیلی توی سن 23 سالگی توی اتاق خوابش با شلیک گلوله شخصی هیتلر کشته پیدا شد. رسما اعلام کردن خودکشی، اما قطعات پازل جور در نمیاد. گیلی قرار بود فردای اون روز به وین بره و ظاهرا از این سفر خیلی هیجان زده بوده. بعضیا باور دارن هیتلر توی حمله‌ای از خشم حسادت اون رو به دلیل رابطه با یه مرد دیگه کشته. بعضی‌ها هم میگن گیلی بعد از سالها زندگی زیر سایه خفه کننده این عشق مسموم دیگه طاقت نیاورده و خودش رو کشته. شماره 6، وجود برادرزاده در نیروی دریایی آمریکا. در سال 1911 پسر برادر هیتلر ویلیام پاتریک هیتلر توی ایرلند به دنیا آمد. وقتی که اون به ایالات متحده نقل مکان کرد، به نیروی دریایی آمریکا پیوست و علیه عموی خودش گزارش شده که اون همینطور یه زمانی کنار عموش جنگیده. اعتقاد بر اینه که اون توی اونجا مستقر شده بود تا با دشمن آشنا بشه تا ایالات متحده بتونه اونها رو سرنگون کنه. بعد از جنگ توی سال 1933 اون به آلمان نقل مکان کرد و در بانک اعتبار در برلین کار کرد. در سال 1942 ویلیام توسط اتحاد جماهیر شوروی زندانی شد و به توصیه هیتلر اون کشته شد. شماره 7، 42 تلاش ناموفق برای ترور هیتلر. با شنیدن داستان بیماری‌ها، رازها و خانواده شاید این سوال براتون پیش بیاد، پس چرا کسی نتونست جلوی این کابوس رو قبل از گسترشش بگیره؟ حقیقت اینه که اونها تلاش کردن، بارها و بارها. در طول دوران حکومت هیتلر دست کم 42 بار نقشه برای ترور اون طراحی شد. دست کم 42 بار نقشه‌ای برای ترور اون طراحی شد. 42 بار مرگ به در خونش اومد و 42 بار به شکلی باور نکردنی اون جون سالم به در برد. این تلاش‌ها همه جوره بودن، از مسمومیت توی یک هتل تا نقشه‌های گروه‌های زیرزمینی. ترورهای ناشناس توی سال 1934، 1937 و 1943. انگار دست نامرئی بخت همیشه توی لحظه آخر اون رو نجات میداد. اما مشهورترین، پیچیده‌ترین و نزدیکترین تلاش به موفقیت در جایی رخ داد که هیتلر احساس امنیت میکرد. توی قلب مقر فرماندهی مخفی خودش معروف به لانه گرگ. این عملیات والکیر نام داشت و مغز متفکر اون یه افسر نجیب زاده و شجاع آلمانی به نام سرهنگ کلاوس فون اشتافنبرگ بود. در 20 ژوئیه 1944 اون یک کیف حاوی بمب رو به جلسه‌ای توی لانه گرگ برد. اون رو زیر میز کنار هیتلر قرار داد و با بهانه جلسه رو ترک کرد. انفجار عظیمی رخ داد. اتاق متلاشی شد و همه فکر کردن کار تمومه، اما نه، هیتلر باز هم زنده موند. یه میز سنگین پای چوبی بخش از نیروی انفجار رو منحرف کرده بود. اون با سوختگی، پارگی شلوار و آسیب به گوش اما زنده از زیر آوار بیرون اومد. سرنوشت اشتافنبرگ و همدستانش اعدام بود، اما این 42 شکست پی در پی، این شانس دیوانه‌وار در باور بسیاری از مردم آلمان و حتی خود هیتلر این ایده رو تقویت کرد که اون مسئونه، که نیروی ماورایی از اون محافظت میکنه و این مخوفترین سلاح یه دیکتاتور برای در امان موندن توی قدرته. توهم تقدیر و شکست ناپذیری. شماره 8، داشتن تنها یک بیضه. بعد از این همه نقشه ترور برسیم به یکی از معروفترین و گسترده‌ترین شایعات درباره هیتلر. شایعی که به ضرب المثل تبدیل شد و حتی ترانه‌های مسخره سربازان متفقین هم جای برای خودش باز کرد. اینکه هیتلر فقط یک بیضه داشت. داستان از این قراره هیتلر توی نبرد توی سال 1916 به شدت زخمی شد. بر اساس برخی گزارش‌های پزشکی و شهادت‌ها، پزشکا مجبور شدن یکی از بیضه‌هاش رو بردارن. یه معاینه‌نامه پزشکی
پزشکی توی سال 1923 هم وجود داره که گواهی میده که اون یه دونه بیضه داره و اینجاست که تاریخ به روانشناسی گره میخوره. خیلی از تحلیلگرا به ویژه پس از جنگ بر این باور بودن که این آسیب جسمی توی ذهن هیتلر یه عقده حقارت عمیق ایجاد کرده. نظریه این بوده که مردی که احساس ناقص بودن میکنه ممکنه برای جبران افراطی اون خشن‌تر، متکبرتر و در پی اثبات قدرت مطلق باشه. آیا حکومت با مشت آهنین تلاشی برای پوشوندن یه زخم عمیق شخصی بود؟ و البته داستان همینجا تموم نمیشه. این شایعه انقدر قوی بود که حتی منجر به گمانه‌زنی درباره اندازه آلت تناسلی اون شد که توی بعضی شوخی‌ها و ترانه‌های دوران جنگ به اون اشاره شده بود. شماره 9. ترک دبیرستان در 16 سالگی. تحصیلات و آرزوهای اولیه هیتلر نقشه‌ای از شکست‌ها و تحولاتی است که به طرز ترسناکی مسیر تاریخ رو عوض کرد. اون از مدرسه بیزار بود و در 16 سالگی تحصیل رو رها کرد. نمراتش افتضاح بود و 3 بار توی دبیرستان مردود شد. حتی توی درسی مثل هنر که ادعای علاقه به اون رو داشت. این شکست تحصیلی شروع ماجرا بود. بعد از ترک مدرسه به وین رفت و 2 بار تقاضای ورود به آکادمی هنرهای زیبا رو داد. هر 2 بار با این حکم که استعدادش ناکافیه رد شد. این رد شدن تحقیرآمیز زخم عمیقی روی روانش گذاشت. اون سالها بعد توی خاطراتش نوشت که این رد شدن باعث نفرتش از سیستم حاکم شده. توی این دوره به جای تحصیل رسمی به شکل خودآموز به سمت ایدئولوژی‌های افراطی، نژاد پرستانه و ضد یهودی گرایش پیدا کرد. توی باواریان اون دوره‌های سخنوری رو گذرون تا فن بیانش رو تقویت کنه. مهارتی که بعدها سلاح اصلی اون برای فریب توده‌ها شد. جالب اینجاست که قبل از این تحولات رویای کاملا متفاوتی توی سرش داشت. توی بچگی وقتی توی حادثه نزدیک به غرق شدن بود، یک کشیش اون رو نجات داد. این عمل انقدر روی اون تاثیر گذاشت که آرزو کرد یه روز کشیش بشه. اما تحقیرهای پی در پی، شکست توی مدرسه، رد شدن توی هنر و زندگی فقیرانش و مطالعه تاریخ جنگ و قدرت این رویا رو از بین برد. اون دیگه نمیخواست خدمتگزار خدا باشه. در واقع میخواست خودش در مقام خدا قرار بگیره و سرنوشت مردم رو رقم بزنه. اما بد نیست در پایان سفر شناخت بزرگترین دیکتاتور تاریخ به این نکته هم اشاره کنیم که شخصی که ادعای پیشوای اعظم بودن میکرد حتی رانندگی هم بلد نبود. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره.